نزدیک به 500,000 نفر شهید دادیم، اسیر شدن، جانباز شدن، که ما یه وجب خاک ندیم. خب الان 50,000 کیلومتر مربع دادیم. اما غم انگیزترش اینه که نظام تدبیر حاکم بر این کشور این 50,000 کیلومتر رو نمیبینه. شما اگه این روسریتون از سرتون بیفته رو میبینه، ولی اون 50,000 کیلومتر رو نمیبینه. این بسیار غم انگیزه. حالا تو حوزه محیط زیستم به جایی که به اصل 50 قانون اساسی افتخار بکنیم، باید ببینیم که وضعیت دزرتیفاید چگونه است، وضعیت فرونشست زمین چگونه است. نرخ اراضی از ایران که میزان فرونشستشون 2 سانتیمتر و بیشتر بوده از سال 95 تا سال 98 از 11,000 کیلومتر مربع به بیش از 38,000 کیلومتر مربع رسید. 2 سانتیمتر یعنی 5 برابر اون چیزی که ما بهش میگیم حد بحرانی. الان گزارش جدیدی که هنوز جرئت ندارم بدم بیرون میگه که این رقم به بیش از 50,000 کیلومتر مربع رسیده. یعنی بخشی از ایران به بزرگی 70 برابر تهران برای همیشه از حیز انتفاع خارج شده. این خیلی غم انگیزه.